امروز با یک برادر هم صحبت بودم با نام قربان. خیلی غم زده با من صحبت میکرد. خیلی پشیمان بود. او گفت مادرم را در خورد خیلی عذاب داده بودم. بالا بزرگ شدم، در غریبی هستم، پزمان مادرم هستم. خیلی مادرم را یاد کردم و پشیمان هستم. و از من خواهش کرد یک دو سه مصرع شعر قرائت کرده باشم بهر مادرش. شاعر چیزی زیبا گفته است در این مصرع ها: کان معنی کان پندی بی بهای مادرم، گنج دنیا نور قلب صبح صفای مادرم. سر به دامانت گذارم دردهایم کم شوند، داروی و درمان دل دست شفای مادرم. آن خداوندم بود اگر از فلک من را حبیب، در زمین من را حبیب همچون خدای مادرم. دست من سوی سما و التجا دارم به لب، باشدم دایم ببر چون متکای مادرم. کان معنی کان پند بی بهای مادرم.